همونطور که دارید می‌بینید درا تسلا رو که من سر ساختش این همه زحمت کشیدم و من در آوردم. حالا اینکه دلیل این کار دقیقاً چیه رو تو ادامه ویدیو می‌فهمید. همونطور که داریم مشاهده می‌کنید قسمت داخل کابین به کاپوت رو داره و این یه نقص خیلی بزرگه که این باعث میشه تسلا به شدت زشت بشه ولی برای این نقص خیلی بزرگتری است. اگه به بالا داشبوردها که داره قرار داره نگاه کنید سوراخ خیلی بزرگ داره که این باعث تسلا با این همه زیبایی بازم زشت بشه. همین خاطر من تصمیم گرفتم تو این ویدیو همه این سوراخ‌ها رو واسه میشه پوشش بدم که این کوچکترین نقصی توی تسلامون نباشه. دیگه بچه من همه این سیستم‌ها که اینجا وصل کرده بودم، حتی اون ستونی که وسط داشبورد زده بودم همه رو من کندم، یعنی حتی لوله‌های درا رو من کندم که اول نمی‌خواستم بکنم ولی خب دیدم راه دست نداره کندم. دلیل اصلی این که درا رو من آوردن همینه. دیگه بچه فعلا کاری با درا اینجور داستان نداریم و اول میریم سراغ بستن سوراخی که اینجا هست و اولین قطعه که بچه من می‌خوام بزنم اینه. اولین سوراخ که قراره ببندم بچه همین سوراخ که از توی کابین به کاپوت راه داره، چون اگه اینا رو مثلا پوشش میدیم بعد راه دست واسه اون نمیمونه. یه قطعه بچه می‌خواد تقریبا از روی این لبه که اینجا داره تا اون ته و اینجوری مثلا با شیبدار بزنیمش که اینجوری باشه. ببینید تو ماشین دیگه بچه رو پا اینجوریه. همینجا هم معمولا اندازه‌گیری واقعا یه کار خیلی دشواره چون واقعا اصلا راه دست نداره. اندازه‌گیری بچه کار خیلی سختیه. آره من خب بچه ارتفاع اینو بگیرم مثلا اجازه این کارو نمیده چون این قطعه نمیذاره که بره داخل، چون قطعه یکم قرار داخل‌تر وصل بشه. حالا طورش بچه راحت میشه گرفت واسه اندازه‌گیری اونجا باید یه فکر دیگه بردارم. ایده که بچه به ذهنم رسید این بود که تسلا رو آوردیم اینجا گذاشتیم که از قسمت پایین راحت بتونم خط کشی رو مثلا عبور. حالا ببین خیلی خوشگل خط کشی میاد اینجا به سقف داشبورد. به سقف داشبورد بچه میچسبه و من خیلی راحت از اینجا میتونم اندازه‌گیری رو انجام بدم. خلاصه با روشی که بهتون گفتم شروع به اندازه‌گیری کردم و کارم خیلی آسان شده بود. خیلی راحت اندازه طوریش گرفتم و بعد رفتم سراغ اندازه ارزش و اندازه روی تکه چوب پیاده کردم و در نتیجه بروش خوشگل زدم. و اینم شد بچه از قطعمون که اندازه‌اش من فیت گرفتم و امیدوارم که وصل شه. از اینجا که خیلی آسون داره جا میخوره. خب به نظر من راحت وصل میشه ولی خب احتمال داره که یکم بزرگ باشه چون که مثلا من خواستم بیشتر شیب داشته باشه ولی الان انگار که عمودی وایساده. اونم بچه بخاطر این دو تا لبه که این داره، یعنی این لبه اون طرفی نمیذاریم بیاد پایین‌تر که اینا رو بچه با نقطه گذاری کنیم که بعدا خیلی راحت بتونیم از اینجا یه برش خیلی کوچیک بزنیم که مثلا جا بره، چون واقعا الان اینجا جاش نیست. با جوری باشه که کلا این قسمت بالاش بیاد اینجاها. بچه‌ها ویدیو نگرفتم از اونجا که نشونه گذاری کرده بودم یکم برشش دادم و الان اوکی مثلا رفته سر جاش قرار گرفته که من دیگه تنظیمش میکنم و چسبش میزنم و دیگه با یک کاس برمیگردم. ایده بچه تنظیمش کردم و یه چسبکاری هم کردم و خوب شد. واقعا نسبت اون چیزی که من فکر می‌کردم خیلی تمیزتر و شیک‌تر در اومد. خیلی خوشگل تمیز بچه در اومد و همون شیبی که می‌خواستم و داره. حالا مثلا شیبی که تو ماشین هست بیشتر بخویم کمتر، حالا نیاز نیست که حتما مثلا هم شیب بقیه ماشینا باشه. و این سوراخی که بچه گفتم واسه یه چیز هست تو که می‌بینید من در آوردم اینا یه ایده خفن‌تر بزنیم. رسیدم اون روزی که مثلا خواستی فرمان درست کنیم یه مثلا سی خدا می‌کنیم از اینجا مثلا می‌فرستیم تو سوراخ بشه دقیقاً هم اندازه موسیقی. این واسه بچه وقتی ما شفت فرمان عبور دادیم خیلی خوشگل مثلا این پوسته که زدیم بتونه اون نگهش داره. این قسمتی که اینجا بچه گفتم با پوشش بخوره دو تیکه است. یه تیکه همینه که در پوش اینجا قرار باشه و یکی پایین باشه. مثلا این قرار نیست اینجوری باشه، یه تیکه خیلی کوچیک میخوره تا پایین بیاد. یعنی در واقع تبدیل به ستون میشه این قسمتش. چهارشون بچه اینه که اندازه 6 سلی توری از اینجا با در بیارم. اونطوری که دارید میبینید مثلا 6 سلی است که اندازهش خیلی راحت میشه گرفت. فکر نکنید چیز سختی مثلا. خیلی راحت بچه قطعه اونجا قرار میدیم و از قسمت داخلی اون 6 سلی رو روی این پیاده میکنیم. دو تا اندازه بچه من دارم آوردم که یکی واسه این طرفی یکی واسه اون طرفیه و اما تو دارم بچه خیلی ناخواناست. اینا رو بچه دیگه باید با خط کش اینجا قرار بدیم و اینا رو تیز بکنیم، یعنی مثلا پررنگ ترشون بکنیم که دقیقه تر بدونن از کجا برش بزنیم. بعد اینکه با خط کش خودکار خطا رو پررنگ تر کردم، یعنی اون دقیقه تر کردم، شروع کردم برش کاری. ورقه رو با دقت تمام برش دادم که حالت چیزی توریشون به هم نخوره. و اینا بچه‌شون از قطعامون که فقط یه سنباده ریز میخوان چون واقعا خیلی مثلا داغونه. اول من میرم اونجا تستشو میکنم ببینم که آیا مثلا اندازش چجوریه، بعد یه سنباده میزنم که خوشگل بشه. بچه دیگه من ویدیو نگرفتم و قطعه رو سنباده کردم آوردم اینجا وصلش کردم و نظر من عوض شد. نمیخوام مثلا روی کار بزنم. تا حالا من تصمیم بود که مثلا روی کار اینجوری به این شکل مثلا شیوه در پشت بزنمش، ولی بعد متوجه شدم بچه فاصله اینجا خیلی کم میشه و اجازه باز شدن در رو نمیده. اون طرفی بازم به همین شکل. این تصمیم گرفتم بچه رو کوچیک‌ترش کنم و توی کار بزنم، کلا این قسمت داخلی بزنم. این چیزی که بهتون گفتم واقعا سخت‌تر از اون چیزی بود که من فکر می‌کردم. دیگه شروع به کوتاه کردن قطعه کردم و قطعه اصلا اینجا وصل نمی‌شد. که دیگه من هم حسابیدم و می‌آوردم نگاه می‌کردم که چه وقت تنظیم میشه و این پروسه رو چندین بار تکرار کردم تا در نهایت قطعه‌مون تا یه حد خوبی رسید. منظورم بچه از حد خوبی همچی چیزه دیگه، خدای اوکیه دیگه. حالا می‌بینی که مثلا یکم درد و سوراخ داره، اون دیگه بعدا با باتون پر میشه. آروم بچه چسب کارش می‌کنم که خوشگل روزی خودشو بگیره. خب تموم شد بچه. دیگه خلاصه دو طرف داشبورد بچه هم آوردم که خیلی استرس داشتم شاید سر بستن این قسمت. خب دیگه اوکی شد.
دیگه بچه قسمت سختش تموم شد. حالا من سراغ قسمت آسونش، این استادن اون ستون کوچیکی بهتون گفتم. ستون بچه دقیق در امتداد این قطعه که اینجا زدیم از این جهات تقریبا با یه هم چیز خام تیم تا قسمت پایین. حالا اینجوری کجم آوردیم اشکالی نداره. اون بیشتر بچه به خاطر اینکه این درزی که اینجا افتاده رو پوشش بده. بچه من قبل از اینکه شروع به کار کنم متوجه یه چیزی شدم. به احتمال خیلی زیاد نیاز نیست ما هم چی ستونی بزنیم، چون الان که من دارم آوردم واسه کنم منم بتونم شروع کنم بتونم شروع بهتره. قبل از اینکه بچه ما دارم اینجور داستان رو بیاریم پایین، شما دیدید که یه سر رول مثلا اینجا من یه قطعه زده بودم، یه سر رول اینجا واسه بود، یکی به در واسه بود. که الان وقتی ما قطعه رو دار آوردیم و این قطعه بزرگ رو زدیم، دقیقاً داستان همونه. وقتی مثلا در اینجا قرار وصل بشه، خب یه طرف رول با اون وصله. خب حالا اینجا اگه ما ستون چیزی زده باشیم، مانع اتصال این دو تا به هم میشه، مثلا مانع میشه که اینو ما اینجا وصل کنیم. همین خاطر بچه بهتر که اول در رو وصل بکنیم و بعد ببینیم آقا اگه اینجا نیاز به ستون داشت، بعد اینجا یه ستون کوچیک میزنه. حالا اگه نیاز به نظر من که نیازش خود قطره در اندازه اون ستونی که اونجا باشه هست. بچه یه روزی که گذشت بعد یه چیزو بهتون بگم، مثلا حواسم نبود من با اون ستونا رو بزنیم. اگه ببینید بچه من اینجوری دارم تغییر مود میدم تو ویدیو، اینجوری در واقع من اصلا یه نیم ساعت طول میکشه تا بفهمم که مثلا یه جا مثلا کارو با تغییر بدم. عجیبه. الان مثلا بعد یه روز متوجه شدم که با ستون رو بزنیم، چون اصلا قرار نیست که مثلا قطعه به این وصل شه، با به ستون وصل شه. ستون رو واسه میذارم تو ماشین که در رو وصل کنم به این خاطر ما با ستون رو بزنیم و در رو به ستون وصل کنیم. این دیگه کاری نیست که مثلا ستون رو نزنیم در رو به اینجا وصل کنیم. دو تا ستون خوشگل واسه از توی این در میاریم در حدی که مثلا تا اینجاها باشه، حالا زیاد اونجا نباشه، تا اینجا باشه که در حدی که ما بتونیم رولا رو وصل کنیم بهش. یه سر رولا دیگه قراره به این ستون وصل بشه. شروع به کار کردم و تا جایی که میتونستم اندازه رو دقیق گرفتم و بعد رفتم روی تیکه چوب پیاده کردم و مولشش زدم و در نهایت آوردم سر جاش دقیق و میزون تنظیمش کردم و چسبکاری محکم کردم و بعد رفتم سراغ قطعه روبرویش کنم با دقت تمام تنظیمش کردم و در نهایت چسبکاری محکم کردم که صفر بشه. و اینا بچه‌ها از اون ستونی که بهتون گفتم که یکی اون طرف و یکی اینجا وصل کردم و درمون الان مستقیم قراره به همین وصل شه، یعنی رولاهای در قراره به این وصل شه. درارم بچه که من اینجا تو وانت بار زدم و لولاهاشون هم که اینجا افتادن کلا شکستن، چون بچه این درا لولا نداره، من خودم لولا ساختم اونم روی کار، نه اینجوری لولا جدا. اینا بچه یه قطعه دیگه و یکی از این پینا بچه گم شده. حالا تو اینا هم نیستی که گم شده که با یکی دیگه، نه اینا اینجا ایستاده، اینجا بود بچه. که از اینا بچه تنها چیزی که به دردم میخوره این دو تا دارم و از این قطعه فکر نکنم چیزی به دردم بخوره، فقط من دو تا پینمون نیاز دارم، چون دیگه بچه اینا واقعا داغون شده، بهتره که قطعات جدید بسازیم. دیگه امیدوارم بچه دارا رو وقت واسه کردیم به جای نگیرن، چون ما ستونا رو زدیم کلا جان نیست، خیلی جا کمه. نحوه ساخت رولر رو بچه کی میدونه؟ ما یکی از این پینا رو برمی‌داریم به یه قطعه همچین قطعه بچه به این شکل وصلش میکنیم و بعد تو از این پایه‌ها یکی از این سرش یکی از اون سرش مثلا وصل میکنیم، میاریم اینجا قرارش میدیم، اونجا چسبش می‌زنیم، دیگه اینجوری کار میکنه. آره دقیقاً همینجوری که بهتون توضیح دادم، نه ولی خب کلیت داستان دیگه همینه. همونطور که بهتون گفتم اول پین رو به قطعه وصل کردم و بعد دو تا قطعه کوچیک رو سر پین قرار دادم و در نهایت بردم روی در وصلشون کردم و چسبکاری محکم کردم. اینم از رولای خوشگل زدم که خیلی خوشگل و عالی داره کار میکنه، ولی یه جوری که مثلا لولا جدا نیست، مثلا یه جوری نیست ما بتونیم بگیم مثلا لولا ساختیم آوردیم وصل کردیم، یعنی این لولا بخشی از زره و درم بخشی از لولاه. خب دیگه بچه‌ها میریم که وصلش کنیم، ولی قبلش بچه‌ها یادتونه حتما ویدیو رو لایکش بکنید و چنل حتما ساب داشته باشید. بچه‌ها من دیگه ویدیو نگرفتم، رفتم اینو کوچیکش کردم، پشمام ریخت. شما نگاه کنید که چقدر کوچیک شده، کلا کار رفته تو بحث ظرافت کاری. دیگه امیدوارم بچه‌ها ظرافت کاری تبدیل به کثافت کاری نشه، خدای خیلی کوچیکه. امیدوارم که وقتی ما چسب رو خود لورا نریزه که احتمال داره کلا بفهمه. کارمون خدای میلیمتری، فقط امیدوارم وصل بشه، چون واقعا خیلی کوچیکه، اصلا وقتی که وصلش کنیم دیده نمیشه. درو بچه بردم سر جاش وصل کردم و قطعه پوشش اصلا پیدا نیست که کجا. من بچه باید اونو پیدا کنم بیارم به این بچسبونم و یه چسبکاری محکم بکنم. حالا دیگه من میرم این کارو انجام میدم، با یه کات برمیگردم. خاطر اینکه بچه واقعا کار حساسه که من نمیتونم ویدیو بگیرم. بچه شاید باورتون نشه، یعنی من 10 دفعه دار آوردم دوباره وصلش کردم، یعنی همون بار اول که من چسب رو ریختم کلا چسب رو لولا. خدای فکر می‌کردم خیلی ساده است، اول من چسب ریختم کلا لولا قفل کردم، من دار آوردم دوباره لولاها رو مثلا آزاد کردم، یعنی 3-4 بار من اونجوری وصل کردم وصل نشد، یعنی کلا چسب رو لولا از واسه که کوچیک بود. آخرام بچه یه تغییر کوچیکی توی لولا ایجاد کردم و دوباره وصلش کردم، بازم وصل نمی‌شد. الان یه جوری وصلش کردم که اینجوری وایساده، فقط امیدوارم که کار بکنه. دیگه احساس میکنم تا حدی سیف شده که ما بتونیم در رو باز بکنیم، چون که من فقط خیلی یه از ذره ریز اینجا چسب ریختم که خودمون قطعه بچسبه. الان بچه بریم بازش بکنیم، فقط امیدوارم که نشکنه حاجی. خدا رو شکر حاجی، یعنی باورم نمیشه، یعنی بچه‌ها شما نمیدونید دهنمو سرویس کرده حاجی، باورم نمیشه که اوکی شد. خیلی اذیتم کرد. کلا ببین من قطعه‌ای که مثلا اینجا چسبیده بود آوردم پایین‌تر واسه کردم، اینجوری بود که از این بالا وقتی من چسب می‌ریختم که از اینجا سر بخوره بیاد، همینو میگرفت. همینو هدفم بچه فقط این بود که در بتونه مثلا اینجوری باز بشه که از اینجا بتونه محکمش کنم. دیگه خیلی راحت میشه محکمش کنم، چرا؟ چون از این قطعه فاصله داره. دقیقاً بچه‌ها الان دیگه به این شکلی یواش یواش میرم. حاجی گیر کرد، حاجی ریدم.
متأسفانه بچه بازم اون اتفاق تکراری افتاد و قطعه کلا گیر کرد که الان من دوباره خلاصش کردم آوردم چسبش زدم مثلا چسب خیلی کوچیک زدم دیگه بچه خوردیم اون بس و کاری نمیشه کرد با صبر کن تا این چسب کمی که زدیم خوش میشه وقتی که خوش میشه دیگه اوکی میشه و نکته مثبتی که هست بچه همونطور که دیدین وقتی من دارو باز کردم خیلی خوشگل و ایزی باز میشد خیلی بهتر نسبت به سری قبل که واسه کردیم دیگه بچه در روبروش میذارم واسه فردا که تو قسمت بعدی بدی خدای خودم خسته شدم دیگه با این خستگی ذهنی دیگه ادامه بدم مطمئنم که صوتی میدم و یه جا کاری درست نمیشه اونا دیگه بچه تو قسمت بعدی که کنسول وسط رو ساختیم دیگه اون دارم وصل این که دارم بچه اوکی همونطور که به اون حالت قبلی وصل کردم اونجوری وصله فقط اول من نگذاشته بودم که چسب خوش بشه متاسفانه در اومد خلاص بچه مرسی که تا ویدیو اومدی بچه چک کنید که حتما ویدیو رو لایک کرده باشید اگه لایکش نکردید حتما دوپین لایک رو بکوبین چنل حتما سابسکرایب کنید زنگولش حتما بذار رو اگر هم دوست داشتی ویدیوهای بیشتری از من ببینید من چند تا ویدیو اینجا میذارم که خیلی راحت با یک کلیک میتونید برید تماشاشون کنید پس ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید بچه